سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. به پرشین آنلاین خوش اومدید. اگه دوست دارین هر روز ساختار بازار، ناحیه‌های مهم حمایت و مقاومت و سناریوی احتمالی رو ببینید، کانال رو دنبال کنید. امروز تحلیل بیت کوین و اتریوم رو داریم، پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب اگه بخوایم چارت بیت کوین رو بررسی کنیم، بازار فعلا تو فاز رنج متمایل به صعود قرار داره. بعد از یک اصلاح نزولی تا محدوده 85,000 قیمت وارد فاز رنج بین حدود 87 تا 90,000 شده و الان تو سقف این رنج در حال نوسانه. ساختار کف‌ها و سقف‌ها رو اگه بخوایم ببینیم تو تایم فریم 4 ساعته، کف‌ها کمی بالاتر اومدن، هایر لو ضعیف داریم، ولی سقف‌ها هنوز شکسته نشدن. ساختار فعلا خنثی متمایل به صعودی هستش. ناحیه‌های حمایتی مهم برای بیت کوین 87,800 حمایت کوتاه مدت داخل رنجشه، 85,500 حمایت قوی تر و کف اصلاحی قبلیشه. در صورت از دست رفتن 87,800 احتمال حرکت تا 85,500 زیاد میشه. ناحیه مقاومتی برای بیت کوین 90,500 هست، سقف رنج فعلی و مقاومت اصلی. 92,000 هم مقاومت بعدی از سقف‌های قبلی هستش. سناریوی سعودی با شرط فعال شدن یه بریک اوت و تثبیت بالای 90,500 هستش. یعنی تارگت ها میتونه اون موقع اگه 90,500 شکسته بشه و تثبیت بده، 92,000 میتونه تارگت اولمون باشه، 94,000 میتونه تارگت دوممون باشه. اگر میگم کندل 4 ساعته بالای 90,500 بسته بشه، سناریوی سعودیمون فعال میشه. سناریوی نزولی برای بیت کوین با شرط فعال شدن از دست رفتن حمایت 87,800 رو میخواد. یعنی تارگت هامون اون موقع میتونه 85,500 و 83,500 باشه. یه جنبندی کوتاه بخوایم برای بیت کوین داشته باشیم، بیت کوین فعلا داخل یه رنج بین 87,800 تا 90,500 حرکت میکنه. شکست 90,500 میتونه راه رو برای 92 و حتی 94,000 باز کنه، ولی اگر 87,800 از دست بره، احتمال اصلاح تا 87,500 و پایین تر وجود داره. فعلا بازار در حالت انتظار برای شکست یکی از این دو محدوده هستش. بریم برای چارت اتریوم. خب چارت اتریوم رو تو تایم فریم 4 ساعته بخوایم ببینیم، ساختار بازار در حالت حاضر توی فاز رنج متمایل به صعود قرار داره. بین دو محدوده داره نوسان میکنه، ولی کپ ها کمی بالاتر میان که نشونه از فشار خرید هستش، ولی سقفی هنوز شکسته نشده. ساختار کفا و سقفاش اگه بخوایم ببینیم، سقف‌ها تقریبا خنثی دیده میشن، یعنی خریدارها دارن کف‌های هایرلو الگوی کف و سقف به صورت بالا میارن، ولی هنوز نتونستن سقف‌ها رو با قدرت بشکنن. ناحیه‌های مهم حمایتی اتریوم، حمایت اولش 3030 دلار هستش که چند بار واکنش داشته. حمایت دومش محدوده 2920 دلار هست که کف مهم قبلی بوده و حجم خوبی اونجا ثبت شده. بخوایم ناحیه‌های مقاومتی برای اتریوم در نظر بگیریم، مقاومت اولش 3160 دلار هست که چند بار جلوی رشد قیمت رو گرفته. مقاومت دوم 3280 دلار هست که سقف قوی‌تر و تاریخی‌تری محسوب میشه. اگه بخوایم برای اتریوم سناریوی سودی در نظر بگیریم، با شرط فعال شدن اینا دقت کنید، اگه قیمت بتونه با حجم بالای مقاومت 3160 دلار رو بشکونه و تثبیت بده، همون کندل 4 ساعته که میگیم کلوز بده، احتمال رشد تا تارگت های 3280 و 3400 دلار وجود داره.
سناریوی نزولی برای اتریوم اگه قیمت حمایت $3030 رو از دست بده و زیر اون تثبیت کنه، میتونه تا تارگت های زیر اصلاح بشه. مثلا تارگت اولش میتونه $2920 باشه، تارگت دومش میتونه $2800 باشه. یه جنبندی برای اتریوم اگه بخوایم داشته باشیم، اتریوم فعلا توی یه محدوده رنج با شیب سعودی داره حرکت میکنه. کفها دارن بالا میان ولی سقفی هنوز شکسته نشده. اگه مقاومت 3160 شکسته بشه میتونه تا 3400 رشد کنه، ولی اگر از اون طرفم حمایت 3030 از دست بره، اصلاح تا 2800 احتمالش خیلی میره بالاتر. پس فعلا باید منتظر شکست یکی از این محدوده ها باشیم تا جهت بعدی رو مشخص کنیم. اگه این تحلیل براتون مفید بود خوشحال میشم لایک کنید، نظرتون رو کامنت بذارید و بگید فکر میکنید شکست به کدوم سمت اتفاق میفته. موفق و پرسود باشید.